فرزانه ناز در کدام فیلم نقش بازی کرده است؟ نقش فرزانه ناز چیست؟ و دوست پسر ایندی فرزانه ناز کجاست؟ تصاویر عجیب فرزانه ناز در صفحات اجتماعی. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. فرزانه ناز هنرمند جوان ولی اکنون راه هنر خوانندگی را برای همیشه وداع گفته است. فرزانه ناز در سال 2008 با کار هنر خوانندگی رو آورد، گرچه وی در اوایل میخواست دختر سینما شود و در چندین فیلم با سلیم شاهین نقش اجرا کرد، ولی در اجرای نقش موفق نشد و وی راه هنر خوانندگی را انتخاب کرد. اکنون فرزانه ناز در کشور دبی زندگی می کند و برای کسب درآمد روزمره خود همیشه در صفحات مجازی لایف می آید و با دیگر اشخاص معروف و سرشناس افغانستان گیم بازی می کند. فرزانه ناز در اوایل آوازخوانی خیلی خوب می درخشید و همه فکر می کردن نغمه آینده افغانستان است، اما فرزانه ناز جایگاه هنری خود را نتوانست حفظ کند و بعد از آن که سفرهای به کشور هند، پاکستان، ازبکستان و دبی داشت، یک بارگی از هنر خوانندگی خداحافظی کرد. اکنون فرزانه ناز خواسته در یکی از فیلم‌های عربی نقش بازی کند و نقش فرزانه ناز در این فیلم‌ها کاملا برهنه خواهد بود. فرزانه ناز چندین بار در صفحات مجازی بیان کرد من نامزد شدم با این پسر ایندی، ولی هر بار نامزدی وی با پسران ایندی دروغ به اثبات می رسید و همش به خاطر کسب درآمدش در تیک تاک می بود. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.